بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان نازنین، خدا کنه همگیتان جور و صحتمند باشین، هر کجای که هستین وقتتان بخیر. دوستا برنامه ما خوش آمدین، بازم با یک برنامه جدید در خدمتتان هستیم. یک طرف هفته خود گوشه کردم چون طرفای دیگر است که هفته است. خدا کنه خوب باشین، صحتمند باشین، برنامه ما را برنده باشین و از ایراناتون نگیرین و با دوستایتان هم شریک بکنین و تشکری خاص از کسایی که حمایت میکنین و برنامه ما را برنده هستین. جهان سپاس، زنده باشین، سلامت باشین. در قسمی که شما دوستا بازم برنامه را برنده هستین، برنامه را تولی شروع کردم و بازم جای میریم و ای که کجا میریم هم براتون میگیم. ما برنامه را شروع کردم، تو جان آماده شد دیگه، میای بخیر سلام علیکم بکنه و بعدا موضوع برنامه را میگیم که گپ از چی قرار است و کجا میریم و چی کارا را انجام میدیم دیگه. اینجا بخیر یک دو سه اینا رسید. چی یک دو سه تا اومدی نه. سلام تقدیم همه دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحت سلامت باشین، هر کجای که هستین خوش و آرام باشین و لبخند بر لبایتان باشه. بخیر باشین. تا که ما اومدم کیهان جان سلام علیکی کرده بود، باشین دستا چیم که خوبی خودش می جور نمیم. چرا سلفی که بند نکردی؟ دیگه نگرفتم، میرفتیم به خاطر کی بگیره که موضوع برنامه از چی قرار است خودتان خوب میفهمین. ولی ما هم میگیم براتون که چند روزی از دنبال خانه بودیم، خانه نیافتیم، یک بار دیگه هم امتحان میکنیم. چی میگم؟ خانه پولیدن. خانه نه شرط. امتحان بار شرط است. همون یک مطلق بود دیگه، ما گفتم مخصوص. یادم رفته، فراموشم شده. دیگه میریم بخیر دنبال خانه میگردیم که چه قسم خانه پیدا میشه. بازم یک بار طرف همین چهار بازار رو میگردیم جایی که نرفتیم. صحیح. اگر پیدا نشد باز هستیم ما شما ادامه برنامه رو بیننده باشین که چی گپ میشه. دیگه دوستا بازم خواستیم بریم خانه پولیدن دیگر است دیگه، طرف رود نمیشه چون هوا گرم است، گرمی است. خواستیم که بریم یک ساعت یک نیم ساعتی که تا شام شود بریم یک آنجا بپالیم چون ما هم فرصت استفاده میکنیم. یک پلاستیک کلان مونده. از فرصت استفاده میکنیم که یک خانه خوبتر مناسبتر بر ما پیدا شود. به خاطر دیگه میگردیم، ما گفتم تا که خانه پیدا شود خیلی وقت گیر است. دیگه میگردیم ببینیم چه قسم خانه پیدا میشه، کجا میریم. دیگه خدا کنه دوستا برنامه را تعقیب بکنین و ببینین که چه قسم خانه بالاخره ما پیدا میکنیم، پیدا میشه نمیشه این دیگه معلوم نیست. بدون شک دیگه واقعا که خانه پالیدن، خانه پیدا کردن بسیار سخت شده. امیال زن گرفتن قد سخت نخواد باشه، خانه گرفتن سخت شده. والا وقت خانه گرفتن خیلی سخت شده. دیگه نام خدا چیزی که هموطنهای ما هستن از ایران و پاکستان و تاجیکستان و ترکیه و به گفته کیهان جان آلمان مهاجر آمدن میره بگیریم. بگیرید. خیلی خلطره دخواست من یک پلاستیک کلان بیاره که بندازیم باشه. اینه 20 هم اومد. دوستای عزیز باش که چلوی کای ستای جان هم میبریم پیشموچی چون کنده شده دیگه. او پلاستیک دستم بود رقمی رفتم این همین ناخونای اومد که یک 20 هم که دستم بود. ما راستایی که بیرون میریم یک دونه بلوز یک خاخ سر دستمال دستکشکا به خاطر هفته که دستمون است اونم ده اونو بندازش که دیگه ما به اون مناسبت فقط میپیچونیم که باش زیان نشیم. بخرم چی است؟ خمید تر است شده خیلی وی ما تگرفتی ما دانه شده کجی کور کرده ایستم نه گپ میزنه رفتم باش که بیایی دانه ما کجی کور کرده ایستم خب باشه دیگه بان نگی خیلی باشه دیگه بان دیگه چی رنگ زرد زار شده. تو رنگ زرد ما به سیاه شدیم بخدا. تو خود زیاد میری بیرون میری. ما خاطر دوستا که سیاه زیاد شدیم ما کلا میپوشم، دستمال و سرم بندازم کلا میگیرم به خاطر که دم هفته بگیره و اینم به خاطر این میپوشم که چون سر متاسکل میریم به خاطر که هفته دوستا خیلی سیاه کرده بود کنده بود. با مناسبت ما ایره میپوشم در کدام گپ خواستگی نیست. یه طرح کبیر نمیره که ما ببینیم بعد پشت ما گیران کرده میره. بریم خیلی هنجان. های دوستا برنامه رو تعقیب کنین، نه وقت میشه بریم چند جای خانه رو ببینیم ان شاء الله تصویرش با شما عزیزان میگیریم برنامه رو ببینیم باشه. دوستای عزیز آمدیم بلاک دیدیم دیگه 3 اتاق است که اینی اتاق یک اتاقش است. خودت نمیگیرم خاله جان. یک اتاقش است دیگه اینی دالیزش است، آشپزخانهش کلمانی چیز نداره دیگه، بسیار دالیز کلان است. این نواش من نشانتان بتم تا یک قسمت دالیزش است دیگه. اینی یک تشنابش است. توالتی هست یکم که دوست داره ببخشین. بایلر هم نداره. بایلر نداره؟ نه.
آره؟ نه بایلر اینی سالون کلانش از دیگه مو اتاق کلانش رای بالکنش وقتا نشان بکنم یک بار بسیار خانم بی نظمی است این دوسته هم بالکنش تا همه قسمت باش که بیچاره خاله میمده تصویر نبیم هیچ خودتان نگفته سلام باش کیهان جان داخل نمانده که مجبور مخلوم تنهایی بیایم ببینم این دوستایی هم دیگه اتاقش که داخل از این اتاق چی داره حمام هست نمیفهم تشناب است چی هست باید بریم ببینیم این هم دیگه حمامش منزل 2 هست باشه کلکشو باز کنم ببینیم این هم فکر کنم رایش هست نمیفهم چی هست خیلی شما دوستا بیننده باشه باشه که دیگر رو بودیم ببینی یک اتاقش هست تاریک هست یک طرف چون شام شده دوستا مطا دیوالایش این چارجه اینجا نم داره برای دالیت شو بگیریم این یک اتاقش واسه هست این جای باقش هست این دالیت برای جای دیمه بتونه دوستای عزیز دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه دیگه. ما هم صبح شد و دیروز رفتیم خانه گشک و تصویر را دیدین که خیلی یک خانه مقبول بود ولی کرایش هم خیلی مقبول بود. یک خانه دیگه که همون یک اتاقش سعی کردم و دهلیزش سعی کردم رایزینا همون رو میخواستم قصیش بکنم رایزینایش دیدیم و میخواستم منزل پایینش ببینم. کمره لقک نیست که هم نه دوست میلرزه من فشارم پایین شده باز دیگه رفتیم که منزل پایینش ببینم و شما دوستا تصویر نشان بدم. یک اتاق دیگه آشپزخانه و حمامشه که بدبختانه که تشنابش از اون تشنابای سابقه بود یکی و دوم دیگه ای که حمام نداشت باید تخته را میماندید اون قسمت تشناب که از تخته چوبی جور کردن خودشون از تخته کرامبول گفت ما جور کردیم. گفت رو زیر پایت بانی حمام بکنی. امورم که دیدم یه رقم اکشن و گفت که خانه چیز داره یعنی جن داره دیگه. گفت که ما تقریبا 1.5 ماه میش از آمدن ما گفت که ما رو پس رفتیم برای ما گفتیم ما مبریم با صاحب خانه هم ما جنگ دعوا کرد که وقت مبرای قانون دولت است قانون راهنمایی است که 1 ماه پیش باید خبر بدی بر ما دیگه. گفت شامکی که میشه ما از ترس دیولی با این شدن نمیتونیم. گفت یک بچه که بود بسیار یعنی دل بیرون رفتن در نصف شب داشت. گفت تا قبرستان هم که روانش میکردی که برو در قبر میرفت. گفت حالا تا تشناب بدون اجازه بدونی که ما برش بگیم برو نمیره. نشان میده. گفت که پری روز شام گفت اما تا دمی سر ریالی استاد بود گفت ساتری میکرد نزدیک به شام شد. گفت هنوز آذان شام هم نداده بود. گفت که از پیشروی بچه هم تیر شد. گفت یکی دست پاش در لرزه شد ترسید. صداش کردم صاحب اون چرا میگه وقت دیدیم که بچه از دست پای رفت میگه ناجور است آمیالم در خانه افتاده دیگه. از تو خانه خدا آدم نگاه کنه چی کنی که مقبول باشه که ترسناک باشه. من بخیر نامیال از این خانه هم که میگردم ترسنده شدیم. واقعا دوستان رفتیم اول دیروز خانه اول سعی کردیم بلاک بود. من اول ما رو منزل 6 گفت منزل 6 بریم ببینید دیگه. اون رفتیم که کرایه داد بود منزل 2 بیکار بود. سوسن جان اول رفت داخل ویدیوش گرفت بعد من رفتم سیل کردم. در خانه خوب بود اما یگان نامنظمی داشت که مثلا آشپزخانه‌اش الماری نگرفته بودن و دیگه بایلر نداشت این چیزا نداشت دیگه. چیزاش خوب بود. باز امروز کرایش گپ زدیم در کرایش جور نمادیم. خیلی کرایش قیمت میداد 13000 خونی کرایش میگه. ما گفتیم کم کنم و نکرد کم دیگه. باز رفتیم خانه دیگه را نزدیک خانه آمدیم در راهنمای دیگه دیدیم. گفت 2 اتاق دارم. همون خانه ای رام که دیدیم در سمت کجا بود؟ سمت گلباغ میشد. گلباغ بوده قدر یعنی سمت مثلا دارلمانی هم نبود که بگویی که یعنی نظر به
جایش کرایش قیمت باشه. دیگه بعد دیگه رفتیم سعی کردیم دو تا گفت حوالی در باز است. ما گفتیم بیا میریم خیر سایلش میکنیم. از بیرون سعی کردم مرا خوشم آمدم سوسانم بردم رو عمل رسوندم دوباره سوسانم بردم. رفتیم سر کردیم داخل دیگه منزل بالاش رفتیم سر کردیم ویدیو گرفتیم پایین یک ویدیو نگی همسایه است. اولیش کلام بود دیگه رفت سلطان جان سعی کرد ما برام که نفر راهنما بیرون اومد که خونه گفت این گپ است دیگه خونه بسر است سوجن داره و بعد از او راهنما والا میگه نه همسایه گپار ناق میزنه خودش یک توته است دیگه دیگه چی نیاز داره بیچاره یک نفر چی نیاز داشته باشه از دلسوزی میگه مثل که ما پیش از این خانه رفتیم در همون خانه که میگرفتیم ما رو در تاکه و دوستای عزیز به ما تاکه و نشان داد بیاین 5000 است کرایه. من کیهان جان گفتم 5000 کس یعنی او در شرایط 5000 هم بسیار قیمت بود ولی به ما مناسب بود دیگه چون 3 تا اتاق بود. گفت منزل تاکه است 5000 است. من کیهان گفتم دو پایدگام که داری دو پایدگام قرض که تیسیز بریم که این خانه را از پیش ما کس نگیره. رفتیم دوستا که میگفتی خیلی کدام کی پایپ گرفته همین قسمتای بغلای دیوال چت شکل شتر کردن و همین داخل که در اومدیم همین همسایه گفت فلان نبیه که شل میشی. گفت من خوشحال شدم ده اینجا. من گفتم تو که نگو یا من میبینم فرشاش تکه تکه شده بود. ما که بر آمدیم گفتم بسیار خانه‌اش نم داره. میگه همسایه از منافقت شما رو گفته نم داره دروازه بسیار میگه واسه کنار بسته کردن عرق کرده خانه و رقم نم داره که بیخی هم چت گرفته بودش بیخی که هر رقم خانه رو دروازه رو بسته کنی رقم تر نمیشد. او بیچاره از خوبی میگه که مثلا چون اینا من خودم که از خانه قبلی که بر آمدم همسایه من میفکرایش چند است چیزی که حقیقت بود برش میگفتم صبر روزی بشینه مرا بدوا نکنه دیگه وام به خاطر که بدوا نشنوه گپ میزد دیگه کدام نیت بد نداره نه راهنما والا به خاطر خوبی که باشه یک دور برش بانه دیگه راهنما رو هر چیزی رو میگفتیم که داره همسایه تو میگفت نه دیگه گفتیم که برو خیر است. ما دیدیم آمدیم خانه شام شد دیگه چند جای دیگه هم گشتیم پشت تصویر دیگه زیاد تاریکی شد و تصویرم نمیشد برقم نبود. آمدیم خانه امروز هم دیگه باز بر آمدیم و صبح میشه و ما بریم پشت خانه و پس دوباره دیگر خانه این روزگار ما رقم شده دیگه ساعت 9:30 صبح است. خواستم که بریم بخیر دیگه آماده ساختم خدا که بریم وقت میشه تا خانه و گپا رو ببینیم تا بریم باز دیگر است. دیگه راهنما والا و اینان خب به خاطر کار منفعت خود یا خانه را میتیتا میبرو مخ دیگه نیست میخمر دیگه نمیبینه دیگه تو میمانی که از صاحب خانه کلا زدن دیگه خیلی بریم که هنجان که وقت میشه اسرا جانم زیاد تنها مانده نمیتونیم دوستا بینده باشیم. باش دوستای عزیز که ما هم در راه هستیم ساعت 2:30 یا 3 بجه دیگر میشه دیگه تا به حال هنوز هم گشته روان هستیم خانه پیدا نمیشه. دوستای عزیز خانه پیدا میشه بر قیمتایی بگوین که شما یکم سوکل داده شوین تا $500 $600 ولی به خاطر که وعده داده بودیم که برتر منطقه عبوری میام میرفتیم برتر سکمنت میگیریم. منطقه هم کوچه است که پشت مکتب لیسی حبیبیه میشه دیگه کوچه هایش هست این کوچه رو گرد روان هستیم در موتورسیکل کجا را گشتیم امروز دوستان وقتی که برامون امروز تایمانی را گشتیم خلای فضلا را گشتیم دیگه سمتای شهر هم دیدیم حال آمدیم سمتای دالمان و سیرای علاودین و همین جای رو بگردیم جای رئیس دیگه از ساناتوری هم از صبح که برآمدیم این دیگر سر ما شد اما تا حال خانه پیدا نکردیم. چند جای پیدا کردیم کرایش هر کدامش $500 $400 15000 13000 اما کمترینش 12000 که دو اتاق میشه دیگه که هیچ کم نیست. حالا گشته رئیسیم این راهنما دوستایی هم قسمت از مکتب لیسی حبیبیه بغلش هست یک کوچه که رفته که برای پوهنتون دنیا کرایش است. من اینجا این سگمنت به خاطر گرفتم چون من اینجا یک 3 تا شاگرد داشتم وقتی از مکتب سوتیان آمدم بعد از تایم مکتب وقتی فامیلیا خانه ما بود در افشار پیش خانه رخسار جانشان آمدم باز اینجا می آمدم 3 تا شاگردک داشتم به نام کبیشه و حدیثه و نام دختر دخترک یادم رفته بسیار دخترک های خندول بودن می آمدیم اونا رو درس می دادم دیگه این سرک بسیار سرک خاطره‌ای است پیش بیم از اینجا گفتم باشه اکسیکمنت میگیریم کسایی که در این منطقه خانه ایشان است دیگه به یاد خاطرات خود بستن. حالا راهنما اینجا رفتیم چی گفت؟ رفتیم یکی گفت ندارم دیگه گفت 4 اتاق دارم 3 هم ندارم 2 هم ندارم نه فهمیدی 4 اتاق دارم خود چند است 20000 با 2 نفر ما 4 اتاق رو چی کنم؟ دوست عزیز من جایی خوش دارم که ایهانا میگردم که به خانه مناسب پیدا شم نمیشه روبرو بریم بریم سرک روبرو دیگه نبرایم دوام پیش پانتون دنیا هم که بود دیگه برای سرک دیگه دعا کنین دوستا بر ما که خانه مناسب بر ما پیدا شد بخیر یعنی بسیار آسمان خوب مثلا نگی خانه داشته باید ما کنیم خانه داشتن آقا ما خانه شدیم به جلسه
از مرکز گرمی چقدر پیسه میگیرن؟ چند مرکز دارید؟ چند مرکز؟ نیست. مرکز گرمی سال 3000 روپیه میگیرن. 30,000؟ 30,000. 30,000 سی 1 2 3 سال 30,000. نه پارت چند بازوقات ما پیسه زغال پارت دو مرکز گرمی دار 6,000 روپیه دارم. هر روز از ما پیسه میتونم بخاطر چی میتونم؟ نه کاکا جان از مرکز گرمی مثلا اول زمستان میگن جمزه خوب است. در نگر خواستم ما نمیجه نیست نمیجه واس کرد دیگه هم تاقش او توزه خب دوستان دوباره خوش آمدین بعد از چند روز بعد دیگه ما هم قسم که شما عزیزا برنامه را دیدین و تصویر را دیدین که چند جای رفتیم خانه ها را هم دیدیم دیگه بالاخره بازم امروز میخوایم بریم خانه دیدن چون خانه پیدا کردن خیلی مشکل شده چون ما برنامه قبلی هم براتون یادآور شدم دیگه خانه اصلا پیدا نمیشه و نرخ خاله میگم خانه خیلی رفته بالا دیگه خانه‌ای که دیدیم حدود 15,000 20,000 25,000 و هر جایی که میریم میگیم خانه داریم مثلا 2 اتاقه یا 3 اتاقه حداقل میگن یک از 4 اتاقه داریم 3 اتاقه داریم حدود 25,000 30,000 40,000 45,000 دیگه دیروز کم که از صبح 8 بجه صبح تا 6 بجه 6 نیم بجه دیگر ما در بیرون بودیم و هر طرف رفتیم خیلی جایی که ما میگفتیم خانه پیدا میشه یا نمیشد دیگه جایی که زیاد دل ما پر بود میتونیم طرف شهرک پیدا میشه اون طرف هم خانه پیدا نکردیم دیگه امروز بازم قرار است بخیر بریم خانه پولیدن ببینیم که در کجا پیدا میتونیم نمیتونیم دیگه به اون مناسبت بریم بخیر ببینیم که یا میتونیم امروز افرا جان هم خود میبریم دوستان دیگه دوباره خوش آمدید میگیم شما را برای شما شاید یک برنامه باش بر من چندین روزی است که دنبال خانه میگردیم و بسیار خانه پیدا کردن سخت شده دیگه افرا جان امروز به خاطر از میبریم که مریم جان بسیار مریض است سومن جان خواست که بیا پیش من دیگه سومن جان بشه افرا جان به خانه مانده نمیتونم چون جان ما ضعیف شده است جان نگاه کردن نمیتونم خدا کنه دختر مقطع نزنده 3 روز خما رفته و زد بسیار وضعیت ما خراب ساخته بسیار سرگردانی داره هر راهنمایی را که میریم میگید نگردین خدا سرگردان نسازین چون خانه پیدا نمیشه خیلی خانه رو نگردین خیلی کجا خانه پیدا کنیم دوستا خانه پیدا کردن از آن گرفتن و که سخت ولی خیلی سخت شده فکر کو یک 2 اتاقه به خصوص طرف چی براتون بگم قلعه فتولا نه شارنو یا همون قلعه موسی یا که 2 اتاقه تا 7,000 بود حالا میری $600 $700 در منی خیلی پیدا نمیشد دیگه سمت وزیرآباد یارم رفتیم پیدا بسیار جای را داشتیم دیگه امروز بگردیم کجا توکل به خدا باز انشالله بخیر بریم ببینیم که امروز پیدا میتونیم نمیتونیم درباره تصویری که شما از برنامه دیدین درباره تمامش گپ داریم صحبت داریم که با انواع و اقسام خانه‌های برابر شدیم که بخی به خود ما جالب است و کلش همیشه دانه دانه براتون قسم میکنیم که دایی خانه چی بود دایی خانه چی گپ شد دایی خانه چی گپ شد اما ویدیو آخر که پیش از این که حالا من گرفتیم دیدین او چی وضعیت بود در این خانه چی را میگشت بسیار گپا بود ان شاء الله بعد بخیر تمامش قسم میکنیم ما بریم ببینیم که پیدا میشه نمیشه دیگه تا ساعتای 2 3 بجه بگردیم دوباره پس بیایم خانه بعد ان شاء الله ادامه برنامه را هستیم دیگه حالا بازم رونده هستیم ساعتای 10 بجه صبح بریم یگان طرفای دیگه زیاد از نسبت کابل گشتیم به خدا بدون شک خیلی بریم که انجام بس خودتون شک میشه بریم نهار خانهش بزنین خانه است بخاطر بزنین چی؟ این یک تشنابش هست این هم دالیزکش دیگه این هم حوالی مشترک است دیگه پاش بالا میشه این قسمت این آمدیم یک فرش و ظرف زخته برکار داریم حوالی لباس است آیر قبول دارم خانهش پاک است ولی کرایش بسیار بلند است فکر کنید یک حوالی خود جور کنیم حوالی جور کنیم چند جور میکنیم میفهم الماری جور نمیکنیم ما گذاره میکنیم های جور نمیکنیم یک اتاقش اینی هم دالیزکش اینی هم این دیگه آشپزخانه نداره اینی یک دستشویک است و یک چی است دیگه اینی هم برندگکش است این قسمت جام تا اینجا 500 دیگه کویتم 500 شما میتونیم دیگه 500 بگوری 11 ضربت نگفت شما این هم دیگه اتاقش
این الماری که پیش دارن کرایشم ببینید که ما میگیم 11 میگه. تا 10,000 دوستا ببینید خانه پیدا نمیشه. این هم دیگه تشنا بشه. اینیش. بایلر جور است؟ بود برای چک میکنم چیزش خراب بود برای جو میگم تصدیلت میکنم. دیگه این هم داره. این اتاق شمیتون دیگه برو میمونخانه جفتیم. این اتاق خواب جفتیم. اصاب آرام. میشه که شما جور بیاین. اگر تو کنه بخاطر که ماجر هستی بیام برات میمونم با. صحیح؟ نه. حال داوود دیگه تو چی میکنی؟ ایرای پایینش بسته است گفتنی؟ دروازه پایین لفظای دیگه است دیگه روشون نمونه ماشون نمیاد. خب افش تا؟ بس. این یک اتاقش خب پاک سازا که خودش کم من داخته. این میمونخانه است میشه اون سعی کنیم این هم رای کوچهش هست دیگه. این هم رای کوچهش هست این طرف هم هست. طرف هم رای کوچه هست. مردیم بخدا دوستای دوباره خوش آمدین بازم با سرگردانی های خود مقابله میکنیم دیگه از این ما دوباره خانه آمدیم قسمی که براتون گفتیم ساعت 10 بجه رفتیم و فعلا 2:30 چارج دو که آمدیم خانه چون اینجا هم کسی نبود دیگه ما هم بخیر خانه آمدیم و خیلی خسته و مانده یسرا جان هم رای ما بود خیلی هوا هم گرم بود دیگه چند جای گشتیم و این خانه پیدا نمیشد دیگه یک تصویری که شما ایزا دیدین که امروز تصویر گرفتیم دیگه اون خانه هم کرایشان شما دوستا دیدین که تصویر نمایش میزد کم کنن نکرد 11,000 میگفت 12 گفت آخرش 11,000 گرم ما گفتم یعنی باید پایین تر کنه که 15 دیگه کم نمیکنه دیگه زور ما هم نمیرسید و یک آشپزخانه هم نداشت این آشپزخانه که بسیار خرد بود دیگه خلاصه 2,500 است 2,500 دیگه خلاصه خیلی روز گشتیم و چند جای دیگه رفتیم دیدیم یک جاش همسایه بود یک جای دیگهش همسایه نمیشن بسیار یک چی میگن یک طالب بعد بر ما نصیب شده قسمت ما خشک شده خشک شده که هر جای میریم میگین اینجا خانه است میریم ولی اونجا کرایه دادیم اونجا نفرش نیست یا برو دیگه روز بیا دیگه روز میری خانه نیست کرایه دادن نمیتن این تو مشکلات ها دیگه دوستای عزیز ما خیلی خسته شدیم واقعا چون کیهان جان موتورسیکل است میریم پایین میشیم این طرف قدر خسته شدیم مفته هم به اوج خودش است امروز یسرا جان هم همراه ما بود دیگه یسرا جان در بغل هم لوازم شیر و پمپر و بسکیت و هر چی که از زمین قولم دیگه گاهی تا میکردم گاهی بالا میکردم میبردم و یسرا هم شق میکرد گرمی میکردش بسیار سخت است دیگه خداوند بخیر خانه خوب را نصیب ما بکنم امروز در چندین خانه که رفتیم یک خانه رفتیم از هم پشت سر سعی کردیم چی بود داخلش سابقه بود چتاش امو دستک میگن چی میگن امو چوبی بود خویی را سمتکاری میکرد که مثل نو جورج بکنه از این پشت سرک تیشیم پیش از او چندین خانه دیگر دیدیم رفتیم ما گفتم که هنی نیست در سر کوچه بود گفتم بیایید بریم ببینیم رفتیم ما و کیهان جان دیدیمش گفت که 4,000 اتاق است 5 تا اتاق است تاکاو است و خوب مردم خوبش باشه داخل رفتیم که خانه های سابقه میگه که میتونم یک وحشت دارم دلت میگم من که اونم تو خانه رو ببینم من میفهمم که این خانه یک چی شده همین داخل که دارم میره قم شدم دمی تاکاوش بودیم گفت بیام شیرین اتاق است که ما گفتم نه این خانه خود چیز نداره چطور سیاه شدیم گفت نه از لحاظا دل جمع باشه بالا میریم که دستک یعنی بسیار خانه سابقه بود خانه که نمیارزید در 13,000 پر کرایش گفتم که چون کرایش بلند است میگه به خاطر که مهاجرین میگفتم میراث که دل بسازن که مهاجرین آمده و میایه کرایه را کم کنه شما زیاد میکنید بعد از اون در چندین جای دیگه رفتیم یک جای دیگه رفتیم دوستای عزیز که اولی بود اولی مشترک بود یا دو فامیل بود باشه امیت سیم بزن اولی مشترک بود اونا تعداد فامیلشان 4 نفر بود 2 تا بچه جوان داشت و خانم شوهر بودن و ما مگه میرفتیم در کل 3 نفر هم می بودیم خب وقتی ما رفتیم گفت بسیار خانه لکس و مقبول است و بسیار خوبش است من گفتم کیهان بیا خیمیریم میگیریم کرایه از او 7,000 بود گفت تا 6,500 بعد میده
خب من خیلی خوش شدم، گفتم این رقم خانه دیگه اگه تعریفشان میکنه 6,500 پوند میته دیگه میریم میگیریمش. گفتم خیر است نمیخوریم میتیم کرای خانه را. حالا میریم در پشت دروازه وقت ترقص بزن کس واز نمیکنه. بعد از اینکه واز کرد گفت نیم بچه من نامزاد کردیم یک دفعه شد دیگه کرا نمیتم گرا میتم. اما چه میشه کدام یکی ساعت لاجوش سر من خالی کرد دیگه قصاب خراب شده بود که تقریبا 1 ماه است که پشت خانه میگردیم خانه پیدا نمیشه. بعد از اون در خانه دیگه آمدیم بیاین بریم برتن بلاک نشان میدیم بلاک. اولی 2 منزله رو به ما نشان داد. خو یک اتاقش واقعیت خوبش بود، المانی هم داشت. امی اولش که مدرمادی آخری سگمنت که گرفتیم برتن و اتاق دیگهش که در آمدیم حالا آشپزخانه کجاست؟ اینجا یک دستشویه کمان اینجا آشپزخانه است. خب گفتم برو خیر غنیمت است، گفتم شاید ارزان باشه بزنه بکن 13,000 از 13,000 تا 12,000 از 12,000 تا 11,500 از 11,000 از این 2,500 1 روپیه کم نمیکرد. و هم امرای همسایه پایین مشترک بچه جوان خوب سعی گفتاره کوچ هم بود شما دیدیم دیگه ای که آبادانه ما در کجا هست و در کجا همی بستری خانه ما هموار میشه و به خدا معلوم است. دیگه بسیار سرگردانی رو کشتیم. ما فرین به کسایی که ما شکر یک سرپناه هم داریم، کسایی که از امون کشورهای میاین که یک سرپناه ندارن مجبور میشن که یعنی یک خیمه بزنن از این بیخانگی کردن دیگه. هم رهنما والا میگه بیادر از این که بگردی سرگردان چه بور یک خیمه جای بزن بیکوش و تا از این گوشواره طلا بیغم بساز های پیسیت نکرده 13-14,000 یعنی خانه پیدا شد. خدایتان شکر کنم. دیگه خانه هایی که دیدیم در این تصویر که شما دیدیم تقریبا دوستای عزیز واقعا نه 1 ماه میشه که ما پشت خانه میگردیم. حدود 10 روز هم برنامه نداشتیم چون مصروف همین خانه پالیدن بودیم، مصروف همین جنجالا بودیم، نمیشه تو وقت شب برنامه بگیریم. با اولاد برنامه هم نداشتیم، مشکلات خانه پالیدن بودیم. پشت تصویر روی تصویر مقصد رفتیم گشتیم چقدر خودم گشتیم نیافتیم. اما خانه که اول دیدیم دم اول تصویر مثلا به قراول که رفتیم سوسن منزل 2 بود دیگه، همسایش نبرآمده بود هنوز، خانه‌اش خوبش بود، تصویرش هم شما دوستا دیدید. اما یک بدیگی داشت، آشپزخانه‌اش الماری نداشت و کار نکرده بود دیگه. کرایه از اون 12,000 بود، 3 اتاق بود دیگه. با هم زورمون نداشت، هرچی کردیم کم نمیکرد. باز او با یک خانه دیگه که رفتیم اما که جن داشت دیگه. قصه از خودت بگو، با خودت معلوم است دوست عزیز باش بعد از قصه جن من قصه دیگه مرد خانه تنها میترسم ما هستیم رو روشنه پورا قصه کردم بر دوستای ما. گفتم که پایین که رفتیم گفت صاحب خانه گفت جن داره. گفت ما 1.5 ماه است که اینجا شیشتیم و شبانه بر بچیم خدا نشان میده. گفت بچه من تا قبرستانم که میفتی برو میرفتی قصه رو بر دوستا کردیم. خاصه ایست شوخک مادر صبحان نیستیم مجبور استیم دیگه نام خودش شوخی میکنه در آب خواب بود دیگه. حالا چی میگن بیدار شد. دوستا ببخشید که موضوع گپ مامان چون اسرا جان یکم خودش کثیف ساخته بود با خاطر تا که به اسرا جان رسیدگی کردم دیگه. موضوع برنامه را موضوع گپ می بود که درباره هم خانه گپ زده بودم، در برنامه قبلی هم گفته بودم. یک موضوع دیگر رو براتون بگویم دوستای عزیز که خانه که رفتیم موکیت سرخ که روی فرش گرفتگی بود اونجا رفتیم کلش از سینمی آدم است. رفتیم در رهنما اونا نان میخوردن. اونجا ما بازاری ماندگی بود و یک پتنوس هم تا فاصله و سلات و با یکان چیزای دیگهش بود. خب یکی خوردنی رو دیدن حتما گفتن که باش ما از خوردن نمانیم که ایهان آدرسی خانه رو داد. گفت برو اینجا خانه مامای من باز بگو فلانی نفر من آدرس داده بسیار بلاک و لکس از خود. گفت که در پالی از یک چا میکنن و ما بگرد تا کورو پیدا کردیم چون نمیرد. ما باید خودش مسئولیت از ببرید ولی ما خود ما بگردید از کوچه شکم ما تا 3:30 بجه چاشت گوش نبودی چیز نخورده بودیم. از 8 وقتر برآمدیم گفتیم باشه آدم بگرده از تا که نگردی پیدا نمیشه. خیال سابق کردیم گفتیم بر تا 12-1 بجه پیدا میشه. اما چند روز هم که میگشتیم همین گپ ما بود دیگه. رفتیم حالا داخل میریم خب اول خویی میگه بلاگ او نداره. خب خیچی چی رقم میکنی خانه 100 روپیه میگیریم تانکر پر میکنیم بعد از او از تانکر یک روز بعد خلاص میشه بعد از خانه یک نفر 100 روپیه میگیریم. خب گفتم برو خیر از بر چقدر وقت است برای 2-3 روز از حال بالا میریم. بلاک خیلی مقبول بود خیلی بلاک پیشرفتان بود دیگه. امون لفت و هر چیز خودش داشت
میریم که میروی خانه رو میفتی خیلی کدام دنیای خزنده رو دیدیم روی از این خانه لا کردی. شاید شما هم تصویر شدیده باشین فهمیده باشین که ما میرفتن میگفتی خیلی کدام انسان کرم زده خانه یک مردر یا کدام حیوان انداخته باشن یک کدام خزنده رو خوب سه جای به جای کرده خودش پایلوت رفت. من خانه دیدم ما کتکوتای خود داخل رفتیم کال میریم خیلی چیزا پر میزنه بالا می گفتم که در این خانه چیزی یک دو تا ددالیزش بود حالا میریم خانه دیگر رو سعی میکنیم پر است. این نفر خودش هم تو پایلوت رفته سرم فرش استاس شده خزندام تو پر زدم میدونی من حساسیت دارم یک چیزی که ببینم فکر میکنم در جان من داخل شده دیگه این بسته جانم کل جایم در خارج شده بود. هر قسمت من تو پونیدگی پیدا کرد میگه تو خیمه رو خورده. میگم این چی است؟ میگه این یک نفر میشه بسیار مردارخور بود مجرد بود با رفیقای خودم می آورد دروازه بسته بود 24 ساعت کرکت میره. گفتم بیخی کم مردارخور مانده که گلاب پیشوی یک چیز دگان خور باشه. گفتم میره کم نمیشه خزنده نمیزنه خانه را. گفتم تاثیر چی است؟ گفتم چرا این رقم است؟ من بر تمشیره می یک دوا میزن می یک هفته بعد بیا که کنار واس که بیخی گم میشه. گفتم دوای تو میزن دوای 6 ماه است بعد از 6 ماه پس دوباره حشرات پس زنده میشن نمیشه به خاطر اون کرایش چیزی که حقیقت از کرایش بر ما ارزان گفته بود چون خانه را هیچ کس نمی مکمل دروازه‌اش بسته بود 11000 اگر این دو تا موقعیتی که بود بدون خدمات 11000 تو منطقه‌ای که بود و نزدیک به سرک بود موقعیتش هم خوب بود و خانه شاید تا 20000 میارزید دیگه قسمت ما از طرف میریم سرما نیست که میگم تشنک میره تا دریا سرشاب خوش میشه سرما هر جایی که میریم خانه خوش میشه دیگه یا یک کرا میداده باشه یا کرایش بلند می باشه یا خانه خوش ما نمیه. والا واقعا دوستا این چقدر وقت پشت خانه میگردیم جایی که میشه تصویر می جایی که نمیشه جگرخون میگیریم تصویر نمیگرفتیم برنامه داریم خانه دار یا 2 یا 3 مثلا میگه هست کرایم 15000 20000 25000 یا مثلا میری اونجا هست من بریم سر میکنی میری و یا منصرف شدم ولی کرایه نمیتیم یا کرایه گرفت یا تو گپ ادار گپ دیگه یعنی بخیر قسمت ما بند خورده که در هر جای میریم هیچ خانه بر ما پیدا نمیشه دیگه. همون جایی که سانیان بیشتر خسک مکمل خسک زده اون خانه را یک وضعیت داشت که امروز صبح ما زنگ زد که بیادر بیا بر دوا پاشی کردیم پاک صفا اگر میگیری 11000 کرایه شد 15000 خدمات 12500 تو میگم من مثلا میذارم زور ما نمیده مدیر زمان فقط سعی کردن گفتن کرایه جور به دیگه به اون مناسبت خیلی پشت خانه گشتیم بسیار خسته شدیم دیگه بخی تمام برنامه‌مون زور دادم گفتم دیگه بخیر بریم خانه اما گفت که والا منصرف شدم دیگه اصلا گفتم بیا بالا دیگه برید دیگه مثلا بریم موش رهنما والا میرقم زور داده بیا که بریم موش به زور خانه رو میخواین سر بنا و خوب است چی از اونا کرایه نمیگه بیا بگین نمی خوب خانه است خوب خانه است پیسه‌ش هم خوبش است. بر ما یکی از علاقه‌مندا زنگ زده بود گفت که سوسن جان برای دوستا و هموطنا بگوین که در برنامه بگوین که چی از بر ما خانه تان بدین ما مفت نمیشنیم کرایش برتان میدیم و برشان بگوین چیزی که حقیقت است. هم تو بر من گفت من یک تازل خود جور نمیکنم نامشان میگیرم که لینا جان قند بودن گفتن بگوین برشان که چی است بر ما یک چند مقدار پول کمک کنین خانه خو حقتان از باید بر ما بدین ولی ما از دوستای ما توقع زیاد نداریم که پول به ما کمک کنن خودشان هم که برنامه ما رو میبینن همی که حمایت ما میکنن و یک دنیا گپ است باشه دیگه هیچ وقت تقاضای از این هم نداریم حتما خدا کنه که گپ سرتان بد نخورده باشه ولی دوستای عزیز اگر کدام خانه دارین که مناسب باشه کرایه میدیم کرایش هم میدیم برتان کرایه که تا حد توان ما باشه برتان میدیم میگه هم ثواب شد هم خورما هم به شما ثواب میشه که یک کم تو ما هم کرایش برتان میدیم چون بسیار دوستای عزیز شرایط کرایه دادن بر ما سخت است خیلی کرایه قیمت شده. ما یکی دیگر در سمت کرولا پشته دیدم اول که همون سمت بلاکای کرزای میگم که بلاکای زیاد رفت کرولا پشته میشه بلاکای کرزای میشه من رفتم گفتم دم رهنما دارم یک نفر اول خو یک نزاکت نمیفهمیدم صادق میجید پخانه میکرد تق میدادن بازگرد میزد باز پخانه میکرد خیلی اعصابم خراب بود خیلی گرمم کرده بود و نانچاش هم نخورده بودم و خسته‌ام شده بودم بوتای تنگم پشته بود که پنجای ما گرفته بود یک کبود شده کبود شده بود. میگم که کاکا آپارتمان کرایی دارین میگم داریم میگم خب چند است کرایش بسیار یک آپارتمان مقبول است بسیار آپارتمان لوکس است چند است کرایش $600 گفتم کاکا تو
دختر میتین یا خانه میتین؟ میگم ما چی کنیم؟ این شرایط هست که صاحبای خانه سر کرایه نشینی آورده مهاجر آمدن میگم مجبور هستن میگیرن، ولی از دولت ما خواهان هستیم در مقابل کسایی که کرایه نشین هستن یک کمک توجه داشته باشن، در مقابل اینکه در کسایی که کرایه میتن کرایه میگیرن یک نرخ ثابت کنن، مثل که سر نرخ ثابت کردن، سر گاز، سر کرایه موتر، سر همه چیز یک نرخ ثابت کنن، سر همین خانه هم نرخ ثابت کنن که کم آدم بتونن خانه بگیرن. واقعا خیلی خانه گرفتن سخت شده. مثلا از خانه گرفتن که فعلا دختر گرفتن آسان است، خیلی مشکل است دیگه. زیاد میگردی و پیدا نمیشه و به حساب کرایه خانه قیمت است دیگه. خانه صاحبای خانه هم کسایی که خانه داره خدایا جانش هم دیده که مهاجر می کرایه که یک وقت 6000 افغانی کس نمیگیره، دو اتاق 6000 نمیگرفت، سه اتاقه 8000 روپیه کس نمیگرفت یک وقت. بر خود ما پیدا میشه نمیگرفتیم 8000 روپیه. حال در 13000 14000 15000 هم خرابایش پیدا میشه. خوبایش بخی نرخش بالا است دیگه. به اون لحاظ ما خیلی گشتیم بعدم کسایی که اگر خانه درک دارین از خود دارن خیش قوم دارن تجریان بانین اگر کرایه میتم مشکل نیست، ما کرایهش میتیم کرایه که مناسب باشه زور میبرسن دیگه. نمبر تماس ما در برنامه هست ان شاء الله بعدم واتساپ پیام بانین اگر پیدا کردین دیگه باز ما تجریان بانین که ما خیلی پشت خانه میگیریم و کم بسیار با تکلیف هستیم با طفل خارد به این مشکلات. ما اصلا مفت نمیخوایم خدای نخواسته تا هر توان و اگر توان بود بگین، اگر نبود بگین جواب بدین دیگه. دیروز واقعا رفتیم خیلی دنبال خانه گشتیم، ساعت 8 9 تا برآمدیم، 6 نیم شام آمدیم خانه، تمام روز گشتیم تا 3 نیم نان هم نخورده بودیم. ما دلپوریمو در یک طرف شهرک اونجایی که قبلا نشستیم اونجا گفتیم شاید طرف پیدا شود چون طرف بلاک است دیگه، شاید ارزان‌تر هم پیدا بکنیم. اونجا رفتیم ما تا اون منطقه پیدا نکردیم دیگه، بسیار با مشکل هر طرف رفتیم، طرف رو جای رفتیم نیچه سنت پیش ما نه خیرخانه کوچه به کوچه گشتیم، طرف فیروی خوجه بورا رفتیم، قلعه فتح‌الله رفتیم، دوستای عزیز وزیرآباد رفتیم، قلعه موسی رفتیم، چهارقلا رفتیم، شهرک رفتیم، دارالمان رفتیم، سناتوریان رفتیم، سر کاریز رفتیم، جای رئیس رفتیم، چلستون رفتیم، دیگه کجا رفتیم؟ خیرخانه رفتیم، سمت قصبه رفتیم، قصبه بسیار جای دورآمد رفتیم. هیچ جای از قید قلم نمونه، جایی که مانده کمپانی مانده. دیگه طرف عرض و قیمت کمپانی هست دیگه طرف زیاد گشتیم نیافتیم. خب ببینیم قسمت ما کجاست. یگان جایی که می‌دیدیم کرایه‌اش خیلی قیمت بیخلق ما رو تنگ می‌کرد، می‌گفتیم که والله خانه چطور میشه اگر بگیری خرج خوراک شکم چه رقم بکنیم. با گفتم خیر بیا خدا مهربان است میگردیم، خیر نشه خانه کلی یک میگیریم مقصد زندگی کنیم دیگه. فعلا آدم هر شرایط که آدم میسازه دیگه. با اون خانه که قبلا ما میشیدیم همون فعلا شکرگزار بودیم ای کاش همون خانه بود دوباره همونجا میرفتیم همون رقم خانه هم پیدا نمیشه، همون خانه هم پیدا نمیشه، همون خانه ما 7000 روپیه کرایه میدادیم، همون یک چیز پیدا نمیشه فعلا دیگه. بسیار سخت است. خدا خیر پیش کنیم در قسمت خودشی است. ما خیلی تلاش خود کردیم اون خانه‌های هر رقم خانه رو میریم میگردیم و تصویر میگیریم و بسیار پشت تصویر خانه پیدا نمیشه دیگه. توکل به الله ان شاء الله هر خانه‌ای که ما خیر بود پیدا کردیم و براتون فایده نشون میدیم که این خانه رو گرفتیم ببینیم دیگه چیکار کنیم. دوستان حمایت کنن و اگر داشته خانه اول بدن و در فکر ما باشن دیگه. کسایی که بازم چند روز توسط پیام کردین پرسان کردین برنامه ندارین چی گپ نیست اگر وقت خاص نیست نمی خانه پالیدن بودیم این مشکلات سر دوچار بودیم که نمیشه رسیدگی بکنیم دیگه. هر طرف است که ما فعلا واقعا دوستا به کار و غریبی پشت خانه گشتن و رفتن و بیرون تیل پرتو و متاسکل برو ایستو برو این هفته و مریضی دیگه سال کردن زیاد است دیگه. چی کنیم؟ کامنت بخونیم خداحافظی کنیم. تایم برنامه ختم است. خب خیلی تایم برنامه تمام است. ما خداحافظی کنیم. خیلی خسته هستم. اختصار خدابانی و سال آرام کنیم. به برنامه خود نشریف کنیم. گفتنی خود ندارم از دل حمایت بکنیم. نظر برنامه بدید. خواهشم دعا بکنید که خانه خوب بر ما پیدا شود. حتی من میگم راجع به دخترم میگید دعا کنید خانه بر ما پیدا شود. دیگه شما از دعا بکنید که خانه خوب بر ما پیدا شود. تشکر از حمایت‌های همه دوستای عزیز ما. تشکر از اینکه به فکر ما بودین و کامنت میدادین و واسه میگم که کجا هستین برنامه ندارین. این برنامه داریم. یک کمک مشکلات هست. دیگه خدا مشکلات ما رو حل بسازه و خدا خانه درست پشت لوکسیش نمیگردیم. دوستای عزیز که لوکس باشه. مثلا آشپزخانه لوکس باشه، اتاقای لوکس باشه، کم کرایش مناسب باشه که شب روز آدم تیر شود و یک جای مناسب باشه. دیگه دعا بکنیم که برای خانه مناسب در
قیمت مناسب پیدا کنه که ما هم خانه بگیریم دیگه صاحب خانه و زندگی شویم و خدا مشکلات همه افغانای ما هم هموطنان و مسلمانای ما رو حل بسازه. وقتتان بخیر. خدا